فرشید با چند تا گلوله باعث میشه داربستای فلزی خراب شن. همین جوری که داشت فرار میکرد یه سری خلافکار مثل خودش میخواستن جلوشو بگیرن که سقوط کنه و سقط شه. از اونجایی که فرشید یه قاتل حرفه‌ایه موفق میشه از دستشون فرار کنه. حالا چرا انقدر داره خودشو میکشه که برسه به ته پل؟ چون اونجا یه دختر کوچولو با بادکنکش وایساده و اگه نجاتش نده فرشید ممکنه بمیره. قاتل حلال خور. خلاصه موفق میشه دخترک رو نجاتش بده. میخواد وارد یه اتاق بشه و متوجه میشه که واسهش تله گذاشتن. بمب منفجر میشه. به فرشید میگن قاتل خونسرد. بمب ترکیده ولی فیس رو نگاه کن، اصلا به پشمش هم نیست. همینجوری که مشاهده میکنی حال و هوای فیلم هندی گرفته. داره با بالکن خونه همسایه آسانسور بازی میکنه مرتیکه. همون موقع بهش میگن مأموریتت تموم شده. باید فرار کنی. آروم باش حیوان. دار و دسته شلمغزا با سر و کلهشون پیدا میشه. فرشید بدون یالا میره خونه مردم قایم میشه. اینا هم نامردی نمیکنن، دودزا میندازن تو خونه مردم. خونه خر اینجا دیگه، راحت باشین، میاین میرین. کانتر دیگه، در ای. فرشید انقدر خونسرده که کفتری نشسته لب پنجره. آخ اسنایپر دارن. همین جوری که داشت فرار میکرد همچنان بهش گفتن اون دختر بچه‌ای بود که نجاتش دادی. تو کیفش بمب جاساز کردن. مثلا قاتل حرفه‌ایه. مربی مهد کودک نیست که این مراقب این بچه باشه. مسخره بازی‌ها چیه دیگه بابا؟ اصلا خورد شد.